خب سلام دوستان، اومدم تو این ویدیو یاد بدم که چجوری ما بتونیم کنترلمون رو تغییر بدیم. اول روی کنترل های شخصی میزنیم. بعد اینجا میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم، اما چجوری؟ اول که بخوایم مثلا اندازه دکمه رو تغییر بدید، روشون کلیک میکنید، به کل جاش الان دست استه. مثلا اینجا میتونید اندازه‌ش رو تغییر بدید، 150 جوری میشه اندازه‌ش رو تغییر داد. اینجا که میشه بگیم مثلا چیکار کنه، مثلا نقشه برداریش، اینجا 1000 تا کار میشه که خب همینجور خواهد این کار میشه که همین شفافیت دکمه میزنیم. بعد اینجا دیگه تنظیماتشه. برای که بخوایم دکمه اضافه کنیم، روی این ستینگی که چرخنده است میزنیم. اضافه کردن دکمه که اون بالاست میزنیم. بعد این وسط میاد و انتخاب. اینم بود از این آموزش که چجوری ما بتونیم کیوردمون یا حالتمون رو تغییر بدیم. خدا نگهدار.